اونور دنیا شما نگاه میکنید که خودروها داره روز به روز هوشمندتر میشه. اون وقت اینجا خودروسازای ما دارن به درجه از عرفان میرسن که چند روز دیگه شما بری اونجا در کارخونه خودشون مواد اولیه بهت میدن، میگن ببر هر چی دوست داشتی درست کن، وانتش هم میتونی درست کنی، هیچ مشکلی نداره. ما از هوشمندی چون دیدم بعضی از خونه هام واقعا هوشمنده. خونه بعضی از این پولدارا میره آدم میبینه که گرمایش هوشمند، نور هوشمند، همه چی هوشمند، تهویه هوشمند، بو هوشمند. بله رایه ها خودش میاد میره. وقت تمام هوشمندی خونه ما اینه که وقتی وارد سرویس بهداشتی میشی لامپو که روشن میکنی همزمان فنش هم روشن میشه. قبل تالار فرمانیه رفته بودیم یه اجرا، تو یک خانه هایی دیدیم به راننده میگفتم نگاه کن اینا اصلا تو آمریکا با همچین دیزاینی پیدا نمیشه. والا ما در زندگی از لوکس و لاکچری فقط صابون لوکسشون گیرمون اومد، اونم چون نسبت به گلنار نمیسوزونه. چشما رو عرض میکنم.